تجرد نفس ناطقه. خواب است. بشین دخترم. بزن غذا نداریم آخه من گشنمه. کمکم یا خدا کمکم کن بمیرم تو رو خدا عاجزم. سلام آجا. علیک. کمک میخوای؟ نه شیخ، سلامت باشی. موزه زیادی نمیخوام، 1-2 سکه کافیه. میبینی که یه قرچمو بشه دارم کفایت میکنه. سلام، چطوری حاج عبدالله؟ از منزل نو چه خبر؟ خوب سرمست اون بالاهایی یا این رفیق دنیات هنوز پابست دنیاست. از 50 گذشتم حاج عبدالله، اما هنوز محبوس عادت و ادعا پای ترک و دل کندنم نیست. میترسم سر آخر سرم به دار برسه و به بیداری نه. بگذاریم. هنوز مشغول نوشتن همون کتابم، اما به قسمت مواد که میرسم احساس میکنم که کنارم نشستی و داری پوزخند میزنی. یادم همیشه میگفتی مولا شدن چه آسون، انسان شدن چه سخته. اما اگه الان حال و روزمو میدیدی حتما میگفتی مولا شدنت چه سخته، آدم شدنت محال. حاج عبدالله، حالم خرابه. از شرم فقر و نداری از خونه زدم بیرون. زن و بچه‌م گرسنه‌ن. خودت حال و روزمو بهتر میدونی. میگن سر قبر مومن عالم دعا مستجابه. به صدقه این همه سرخوشی یه دستگیری از این رفیقت بکن. بگو خیلی آشفتم. اللهم صل علی محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک غیر المغضوب علیهم. اللهم صل. سلام علیکم حاج آقا. علیکم السلام. میشه تشریف بیارین؟
یا الله حاج عبدالله، یا الله. بله اخوی در خدمتم. والا عرضم به حضور شما که این بنده خدا گوشه راه افتاده بود. بله خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش. انگار قریبه اینجا. بله ما دیرتر رسیده بودیم سگا پارش کرده بودن. بله دلمون نیومد رهاش کنیم. بله. بعیده که مفلس و در راه مونده باشه. رخت و لباسش به گدا بیچاره ها نمیخورد. عجب. بله. ماها برادریم. این برادرم عاقده، اون یکی هم کاتبه. یا الله خسته نباشید، خسته نباشید. ما خیر سرمون داشتیم میرفتیم ده بالا برای عروسی که این بنده خدا رو پیدا کردیم. بله. هرچی گفتم اخوی خلق خدا منتظرن، گفت نه الا و بالله جنازه روی زمین بمونه معصیت داره. بله. تو زندگیمون مرده‌شوری و گورکنی نکرده بودیم که کردیم. بله. شانس رو میبینی حاج آقا؟ یعنی تو ولایت شما 2 مسلمون پیدا نمیشد این بنده خدا رو بردارن دفنش بکنن؟ آدم خوره و خناق داشته باشه، برادر خودرأی خودسر نداشته باشه. استغفرالله. حالا این بنده خدا زنه یا مرده؟ نه مرده. مرده. نمازش هم خوندیم. تنها مونده دفنش که خدا شما رو برای ما فرستاد که اگه زحمتی نباشه شما مرحمت کنید و دفنش کنید. نه اخوی آخه کار من نیست، من حاج که آقا، نمیتونم. گناه داره، دستش از دنیا کوتاهه، بو میفته. ما خیلی دیرمون شده، مردم منتظرن. لابد دیگه الان از فحش دادن خسته شدن، دارن لعن و نفرین میفرستن بهمون. شما یه مرحمتی بکن، اجرتونم محفوظه. لا اله الا الله. باش، دست شما هم درد نکنه که تا اینجا آوردیم. خدا خیرتون بده. خیلی ممنون، خدا عوضتون بده. بفرمایید. خیر پیش، به سلامت. خدا حافظ. خدا نگهدارت. بجنبید. برادر اخوی سکه هاتون. اجرت کار خیر شماست، خدا خیرت بده. خدا حافظ. خدا حافظ شما. بسم الله. ای دنیا، ای دنیا، ای ماده شتر بد رو. خب سوار تو زمین زدی و رفتی. آدم یه عمر برای دنیا حلال حرام کنه، جنازش رو زمین بمونه، سگا بیان سراغ لاشش، برای خاک کردنش منت سرش بزنم. خدایا خودت دریاب، منو از عقد این عروس 1000 داماد در بیار. همچنان در بند خود بودی که بودی. مولا مهدی، از کجا میدونی که فردا کی تو رو میخواد خاک کنه؟ چه خوب گفت مولام، دنیا تو رو 3 طلاقه کردم که در آن رجوعی نیست. آه دنیا، دنیا، آه از کمی توشه، طولانی بودن راه، دوری سفر، سختی و عظمت ورود. وای، الهی نظر تو بر نگرده. یا الله.
اینجا کجاست؟ اینجا برزخ ناصره. تو مردی؟ نمیدونم. شاید مردم. من مردم؟ اون قصر بزرگو میبینی؟ نه، من چیزی نمیبینم. چشات هنوز عادت نکرده. پس نمردی. من کاظمم، پسرعموی ناصر. ما قوم و خویش ناصری. اومدیم دلداریش بدیم از وطن جدید نترسه. اونی که اون وسط نشسته ناصره. میشناسیش؟ نه. خودت بدرقش کردی. نه، من نمیشناسمش. چرا انقدر به هم ریخته است؟ ترس از دیدن اون چه که تا با حال نمیدیده. تو نمیترسی؟ خب به نظر من هر چی هست دیگه. و هستی تو هر لباسی که هست آشناست. تو بر میگردی درسته؟ شما کی هستی؟ من ناصرم برادر. خوشحالم که میتونی برگردی. ببینم اینجا کجاست؟ اینجا برزخ منه تا قیامت و تو مهمون منی. من به تو مدیونم مؤمن. چه دینی؟ من اولین باره که شما رو میبینم. روزی که قرار بود بیام اینجا غریب بودم و تنها. کسی از قوم و خویشام نبودن که بدن منو دفن بکنن. یادته؟ کی بود؟ انگار خیلی وقت گذشته، نه؟ به زمان دنیا بیش از 1000 سال. عجب. آدم اینجا که میاد فکر میکنه از اول اینجا بوده، اما خواب بوده حالا بیدار شده. عمر دنیا در حد یه خواب کوتاه میشه. ببینم پیرمرد، اینجا اوضاع چطوره؟ خوبی؟ خیلی خوبه. از هر نعمتی که تصورشو بکنی، هر چیزی بهترینش اینجاست. اما من یه دینی به گردنمه، یه اشتباه که حال و روزمو خراب کرده. کاش در دنیا آدم بهتری بودم. کاش بیشتر لا اله الا الله گفته بودم. کاش بیشتر سبحان الله گفته بودم. میدونم بچه هات گرسنه‌ان. این کیسه برنج رو در عوض خدمتی که برام کردی براشون ببر. چرا انقدر به هم ریخته و ناخوش احوالی؟ چرا صورتت اینطوری شد؟ ناخوش نیستم، وقتشه. وقت چی؟ وقت رفتن. طبق سنگین از آهن که روی سرم میذارم.
انقدر سنگینه که گردنم میشکنه و تا مچ پا توی زمین فرو میره. بعد روی سینی آهن جوشان میریزن که دردم سینی رو سوراخ میکنه و سر منو تو خودش آب میکنه. بوی سرخ شدن و بریان شدنشو احساس میکنه. 1000 بار آرزوی مرگ میکنه اما نمیمیرم. چنان دردی وجودمو میگیره که دعا میکنم هرگز از مادر زاییده نشده بودم. از درد فریاد میزنم. به جای صدای من آه و ناله اون کسی که از من شکایت داره مثل بوق و کرنا توی گوشم میپیچه. از این دو مأمور میپرسم تا کی باید این عذاب رو تحمل کنم؟ اونا میگن تا وقتی که اسرافیل تو سور قیامت بدمه باید هر روز یک نوبت این عذاب رو تحمل کنی. من چقدر در حق خودم بدی کردم. چرا؟ تجسم چه عمل صحیحی که ازتون سر زده؟ به خاطر داوری نابجا، قضاوت باطل، زبونی که به ناحق حکم کرد. اگه برگشتی بامیه فروش طبق به سر و تو بازار داره میچرخه، ازش حلالیت بطلب. بگو نیم سکه هم مال تو بود. بگو نیم سکه هم مال تو بود. راضیش کن. التماست میکنم. التماست. چه تابستونیه که بشر از داغی آفتاب به سوراخ قبر پناه برده. قش کرده بودی؟ نمیدونم، یهو سرم گیج رفت. شاید از گرسنگی بوده. این جنازه بو گرفت. دفنش کن. آقای پیرمرد صبر کن. الان چه وقتیه؟ چیزی به غروب نمونده. تو کی اومدی اینجا؟ وقتی اومدی من کجا بودم؟ من از دور جنازه رو که دیدم اومدم جلو. دیدم اون پایین کیفور نشستی. هر چی صدات کردم جواب نمیدادی. من چیزی نشنیدم. معلوم بود تو عالم دیگه ای سیر میکردی. بهت نمیاد بنگی چرسی باشی. اگرم میکشی کمتر بکش. برای بدن ضرر داره. اللهم صل علی محمد. خدا رحمتت کنه. یا الله.
آهای پیرمرد بیا. شما رو این سنگ چیزی میبینی؟ یه کیسه. پس میبینی. آها مال شماست. لا اله الا الله. آفتاب به مغزت خورده؟ چه بوی خوبی میاد. چه خوشی. سلام علیکم آجا. علیک. بازم توی شیخ؟ گفتم که شاگرد نمیخوام. چقدری؟ این کیسه برنج شما برای من صدقه فرستادی؟ چه عطری داره این برنج. این برنج نیست، طلاست. هوش از سر آدم میبره. از کجا آوردیش؟ شوخی نکن مومن. پس این کیسه رو شما نفرستادی؟ من برای بابامم برنج نمیفرستم. برای تو بفرستم تو این قحطی؟ با این حال حاضرم همه این برنج رو بخرم. اصل بارش کجاست؟ چقدر از این داری؟ همینه. از کجا آوردیش؟ نمیدونم. این یه تحفه است. صبر کن شیخ. من به عمرم همچین برنجی ندیدم. حاضرم با 2 کیسه برنج بزرگ عوض کنم. نه. 3 کیسه. خدا نگهدار. 4 کیسه. شیخ 4 کیسه. استاد روایتی رو فرمودن که برای من خیلی قابل تأمل بود. این که مولا علی میفرمایند دنیا بازار زیان است. یعنی شما هر جوری که به سمت دنیا بری زیان میکنی. سلام علیکم شیخ علی جان. سلام علیکم. مباحثه دارم حاج آقا. عرضی داشتم. کار واجبیه. من شرمندم. خدمتتون میرسم. عذر میخوام. یا الله. مخلصم حاج آقا. خوش آمدید. عرض ادب. بزرگوارین. زدر درا و شبستان ما منور کن. باشه کار مهمی دارم. عجله دارم. در خدمتتون هستم. یا الله. جهان جهان دوش کجا بوده ای؟ خبریه؟ این چشم و گوشمون بسته است، دماغمون که باز حاج آقا. جان شیخ علی تو این قحطی رو نداری، این بوی عجیب غریب از کجاست؟ آخ که روحم جدا شد از افسار جسم. شیخ علی اینقدر سر به سرم نذار. کار فوری دارم. نه دیگه حاج آقا، تا نگید نمیشه. مدعی خواست که آید به تماشاگه راست. زهره ندارم که بگویم تو را. بی من بیچاره چرا بوده یا آقا؟ ببخشید. کار فوریتون رو بفرمایید. با شیخ علی هر زمان زکریا به دیدار مریم میرفت در محراب طعامی میدید که از نزد خداوند آمده بود. بسم الله الرحمن الرحیم. كلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. تا همینجا کافیه. حالا درباره این آیه برام بگو. بگو شیخ. حاج آقا شما خودتون استادید، درس میپرسید؟ شیخ علی میخوام از زبون شما بشنوم. یا الله بفرمایید. یا الله بفرمایید. این آیه اشاره به این داره که از مقام غیب غذای بهشتی نازل میشده و صورت مادی پیدا میگرده. چنانچه حضرت مریم در جواب زکریا میفرماید
قالت هو من عند الله. پس غذای دنیایی نبوده حاج آقا. اما هرچی بوده از جنس شبه و خیالم نبوده. یعنی باقی مردم میتونستن ببینن. قابل لمس بوده، قابل خوردن بوده، مثل خرمایی که مریم میخوره. صد البته. عجب برنجیه، چه عطر و طعمی داره. جان آدم حال میاد. بخوریم بچه ها. حضرت عیسی سفره برای یاران خود میانداخته، غذا از غیب ظاهر میکرده و قابل خوردن بوده؟ بله، هم میخوردن هم سیر میشدن. البته باز هم اکثرهم لا یؤمنون. بله، فقط برای پیامبران و اولیا. سوال منم همینه شیخ علی. میخوام ببینم آیا ممکنه برای انسانهای عادی هم غذای آسمانی ظاهر بشه؟ میدونم گفتی نپرس، اما دوست دارم بدونم. بهم بگی، قول میدم به کسی نگم، بین خودمون میمونه. الظاهر میشه، چرا که در ادامه همین آیه میخونیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. خداوند اگر بخواد به غیر حساب به هر کسی رزق و روزی عنایت میکنه. عجب. آقا ملا مهدی، نکنه کج فهمی بکنی مثل این طوایف دراویش و صوفی بری در محراب بشینی از خداوند بخوای به رزق و روزی بده ها. کار درست نیست. نه. کجا حاج آقا؟ کار مهمتون همین بود؟ آقا ملا مهدی، لا اله الا الله. هرچی خیره انشالله پیش میاد. چی شده؟ چرا اینقدر عرق کردی؟ چیزی نیست، یکم ناخوش احوالم. ناخوشی؟ قضیه این کیسه برنج چیه؟ اگه قول بدی بین خودمون بمونه، رازیشو بهت میگم. چه رازی؟ این برنجی که تو سفرمونه یه نعمت زمینی نیست. نمیفهمم. هر برنجی از زمین در میاد. زمین این برنج با زمینی که رو اون راه میریم فرق میکنه. مهدی جان، گرسنگی بهت فشار آورده. بیا غذا بخور. آسیه، بله. از کیسه برنج چقدر برداشتی؟ نصفشو. برو یه سر به کیسه بزن. برو. حاج آقا، حاج آقا، کیسه برنج مثل اولش پره. یا الله. سلام خواهر. سلام هانیه جان. سلام علیکم. سلام علیکم، خوش آمدین. بفرمایید. چه خبرها خواهر؟ سری به ما زدین. تو رو خدا ببخشید، هر کاری کردم جلوی خودم رو بگیرم نتونستم. اومدم ازت بپرسم چی پختی که انقدر خوشبوه؟ راست میگه، به من بگو. از کجا خریدین؟ همسایه ها بودن، اونا هم مدهوش عطر و بوی این برنج شدن. اومدن یه مقدار بگیرن قاطی برنجاشون کنن.
خب یه مقدار براشون ببر. فقط درباره رازی که بهت گفتم مبادا حرفی بزنی. چرا نگم؟ تا دیروز با تحقیر به ما نگاه میکردن. دلم میخواد همشون بدونن شوهرم اگرچه فقیره اما از بهشت براش تحفه میفرستم. آسیه، از غیب حرف زدن توف سربالاست. نگام کن، فقط سکوت همین. کاری که گفتم بکن. با کی کار داری حاج آقا؟ از صبح‌تا اونجا سر پا وایسادی؟ منتظر کسی هستم. بیا اینجا تا بیاد حاج آقا. بیا اینجا بنشین تا بیاد. بله ممنون. طلبکاری ازش؟ ای بابا طلب چی؟ خب معمولا طلبکارا اینجوری کمین میکنه. یه چند لحظه بشین حاج آقا. من بگم بچه‌های چایی برات بیارم. ممنون. دست در نکنم. بفهم. نوش جونه. خدا خیرت. بامیه بدم. بامیه. بامیه رش بخور. بامیه بدم. بامیه. بامیه. بامیه بدم. برادر. بله. بفهم. سلام علیکم. سلام آقا. بامیه بدم خدمتتون. نه با خودت کار دارم. در خدمتتون. بفهم. ببینم شما بامیه فروشی؟ نه آجا. مرغ و خروس می‌فروشم. بامیه هست دیگه. نه منظورم اینه که تو این بازار فقط شما بامیه و حلوا میفروشی؟ آقا اگه خریدار بامیه هستی بفرما ولی مزاحم کسب و کارمون نش. اون سینی رو بذار پایین. کار واجبی. لا اله الا الله. بساط نهی از منکر راه انداز. اصلا حوصله ندارم آجی. از چی باید نهی دیروز یکی هم لباس شما پیله کرده بود الا بالله روی بامیه ایسی بکش مگس روش نشینه. خب حالا بکش. من یه سوال دارم. بذار زمین که نمیشه ولی اینجا پهلو میشه. ببینم شما از کسی ناراحتی اخوی؟ ناراحت؟ نه. برای چی ناراحت بشم؟ یعنی از کسی کینه‌ای به دل نداری؟ عصبانی نیستی؟ نه آقا کینه ندارم. ناصر میشناسی؟ ناصر؟ کی هستی ناصر؟ ناصر نامی که به شما ظلم کرده باشه. حاج آقا بامیه ها خشک میشه. اگه کار نداری ما بریم رد زندگیم. به من پیغام داده که اون نیم سکه مال شما بوده. تو از طرف اون مردک اومدی حاجی؟ منو فقط شفیع قرار داده همین. برات یه پیغام دارم. چند سال پیش تو همین بازار حاجی یه مشتری اومد از ما بامیه خرید. پولشو داد بقیه پولش هم بهش دادم. رفت و برگشت مدعی شد یه سکه بهش کم دادم. آقا جون حواست نیست. حواس پرتی داری پولتو را گمش کردی. من حواسم نیست و حواست هست. به جای 7 تا 6 تا دادی. پدر محترم آقای عزیز من 7 تا سکه به شما دادم. آقا تو 6 تا دادی حواست نیست. داد چرا میزنی؟ شمردم خودم و چشمم 7 تا سکه به شما دادم. گذاشتی پرشان رفتی گمش کردی. 6 تا بشمارم. یه سکه واسه من ارزش نداره. اما زیر بار حرف زور نمیرم. تو چرا داد میزنی؟ تو چرا داد میزنی؟ کدام زور حرف منه؟ تو داشته باش. روی تو را گمش کردی من میگه الان. بفرما آقا. شلوغش کرد تو بازار آبرونه برده. ایوه الناس 7 تا سکه بهش دادم رفته گمش کرده. آفرین. آره. این آقا رو قبول داری؟ هیچ کیو قبول ندارم. آقا هر چی من فقط خودم رو قبول دارم. بفرما. آقا من قبول دارم. حاج آقا تهمت میزنه. سلام علیکم. سلام. آقا یه لحظه بیاین بین ما داوری کنین. برادر من اینجا قریبم عجله‌ام دارم. شما هم که منو نمیشناسین خودتون صلح کنین. بهتر که همو نمیشناسیم. آقا مسئله صلح نیست، مسئله حیثیته. شما یه لحظه بیاین. از دست شما لا اله الا الله. چی شده اخوی؟ حاج آقا شما قضاوت کنید. شما که ماشاءالله از وجناتتون معلومه که مرد خدایید. آقا من یه اشرفی دادم یه بامیه گرفتم. به جایی که 7 تا سکه بهم بده آقا 6 تا سکه به من داده.
راست میگه برادر؟ تمام و کمال 7 سکه بهش دادم، گذاشته پر شالش، رفته اون ورتر برگشته ادعا میکنه 6 تا بهش دادم. من به خاطر یه سکه دروغ نمیگم. منم دروغ نمیگم. بیا بگرد. حالا شما یه سکه به ایشون بده. من 100 تا سکه تو جوب میندازم اما پول ناحق به کسی نمیدم. آقا کدوم ناحق؟ اگه 7 تا سکه داده بودی میگفتم 7 تا سکه دادی. آخه درست نیست 2 تا مؤمن به خاطر یه سکه با هم جر و بحثشون بشه. مسئله یه سکه نیست، مسئله تهمتیه که به من زده. برادرا من این ریش سفید و گرو میذارم، یه کلم حرف میزنم، تقاضا میکنم رو حرف من حرف نیاری. نه 7 تو نه 6 تو، وسط میگیریم 6 تا و نصفی. شما نصفی سکه به ایشون بده، حال قضیه رو تمومش کنیم بره. نصف چیو بدم؟ میگم 7 تا دادم. اگه منو حکم کردین همونی که گفتم، صلوات بفرستین تموم بشه بره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. باشه میدم اما راضی نیستم. بگیر. به جهنم. دیدی که حق به حق دار رسید؟ خیلی خوب تموم شد به همین راحتی. درست نیست 2 تا مؤمن به خاطر مال دنیا همدیگر رو بکوبن. تموم شده رفت. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ حقش نبود، بد قضاوت کردی، ظلم کردی در حق من. نه ظلم نشد، وسط معامله رو گرفتیم تموم شد و رفت. برو دنبال کسبت، برو برادر. این چه فرمایشی بود که کردی؟ یه بچه صغیره میتونست اینو بگه. تو باید حرمت ریش سفید خودتو نگه داری، نباید مفتی خرجش کنی. تو با این حرفت منو دوست کردی، نیم سکم بهم بدهکاری، اگر نه مدیونی. استغفرالله، بدهکارم شدیم؟ انقدر چش سفیدی نکن. پیش خودم گفتم حواس پرتی و اشتباه بین 2 تا مومن شر را انداخته، اما حالا میبینم نه، کاسب اگه خدا ترس باشه انقدر به خودش مطمئن نیست. برای نیم سکه یه پیرمرد 90 رو با بچه صغیر یکی نمیکنه. من که نمیدونستم چی شده، ولی با این لفظ و کلومت بهت نمیاد حرف حق بزنی. به شما هم نمیاد با این محاسن حرف ناحق بزنی. شما حرف زور نزن، نیم سکه ما رو جلوی این جماعت بهمون برگردون، ما هم شما رو با عزت 9 برابر میکنیم. منو بگو یاسین تو گوش خر میخونم. برو خدا جزاتو بده، خدا منم ببخشه. اگه دینی هم به گردن من هست، دین اون پیرمرده. برو خدا حکم تو بکنه، برو بامیاد خوش نشه. میرم اما ازت نمیگذرم. از قضاوت اون مرد خیلی سوختم حاجی. خار و خفیفم کرد. بله. به خاطر همین آدمی که اینقدر کوچیکم کرد تا قیام قیامت نمیبخشمش. استغفرالله. حالا اگه من تقاضا کنم با هم جایی بریم لطف میکنیم بیاین؟ زیاد وقتتون رو نمیگیرم. چی بگم؟ آخه میدونی چی حاجی؟ باش، فقط با این بامیاره جای خنک بزنم. بله ممنون. بسم الله. بسم الله. بیا. بله اومدم. سلام آسیه جان. سلام هانی. گفتم بیام یه سری بهت بزنم. حال و احوال؟
ممنونم. حال تو چطوره؟ خدا رو شکر خوبم. خب هانیه جان چه خبر؟ راستش خواهر، من از دیشب تا حالا دارم به این برنجه فکر میکنم. گفتم بیام اینجا از خودت بپرسم ببینم شما از کجا گرفتین، ما هم بریم از همونجا بخریم. خب میدونی ما نخریدیم. آخه هانیه جان این برنج یه برنج معمولی نیست. واقعا؟ راست میگی؟ والا چی بگم؟ آخه میدونی خودم خیلی دوست دارم که بگم ولی خب شوهرم ازم خواسته به کسی چیزی نگم. ای بابا، یه برنج که دیگه این حرفا رو نداره. تو که منو میشناسی، من همسایتم. ببین من دهنم قرصه بهت قول میدم به هیچ کسی هیچی نگم. آره ولی خب عجیبه، فکر نمی‌کردم این مرد مرده باشه. اصلا فکر نمی‌کردم بخوام اسمشو دوباره بشنوم. هنوز از دستش عصبانی هستی؟ تا قبل اینکه بیا بالا سر قبرش خیلی، اما حالا نمیدونم چی بگم. میبخشیش؟ هر کی تو زندگیش سیر اشتباهات میکنه. منم گناهکارم. پس بگو که بخشیدیش. باش، تو قلبم حلالش کرد. حالا به زبونم بیار، بذار روحش آروم شه. باش. آقا حلالت کردم، خدا تو رو ببخشه، منم ببخش. خدا خیرت. اللهم صل. گفتی اومده بود به خوابتون؟ گمون کنم یه چیزی بین خواب و بیداری. خدا رحمتت کنه. خدا نگهدارت. سلام پسرم. سلام مادر جان. سلام مادر جان. التماس دعا. محتاج مدام. یا الله. یا الله. چی شد آسیه؟ چرا گریه میکنی؟ خدا منو بکشه آقا، خدا منو بکشه. میگم چی شده؟ نمیخواستم حرفی بزنم اما هانیه اینقدر اصرار کرد که مجبور شدم دهن گل گرفتم و باز کنم و ماجرای کیسه برنج رو براش تعریف کنم. عجب. استغفر الله ربی. وقتی برگشتم خونه از کیسه برنج اثری نبود، حتی یه دونه برنجم نمونده بود. بله، هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند.
حالا از افشای این راز نتیجه هم گرفتی؟ چی؟ این که افشای راز کردی. مسخرم کرد. گفت از بس گشنگی کشیدی سودایی شدی یا هزیون میگی. من چیکار کردم آقا؟ من چیکار کردم آقا؟ خدا حافظ. کجا میری؟ اهل دنیا مثل سوارایی هستن که خوابند و اونا رو میبرند. اگه مردم میدونستن توی این قبرها چی میگذره بازم گناه میکردن.